فرانچسکو ویتوری از دوستان نزدیک ماکیاولی در اوایل قرن 16 چنین نوشت: قدرت بیشک نیازمند هنر تظاهر است. باید بیاموزید که چگونه نقاب‌های گوناگون بر چهره بزنید و در بازی فریب استاد شوید. نباید نیرنگ، حیله‌گری و تغییر چهره را رفتاری زشت یا غیر اخلاقی تلقی کنید. تعاملات انسانی در همه سطوح با لایه‌ای از فریب و بازی همراه است و آنچه انسان را از حیوان متمایز می‌سازد، توانایی او در دروغگویی و اغواگری است. در اساطیر یونان، حماسه‌های هند و داستان‌های کهن مانند گیلگمش، قدرت واقعی خدایان نه در نیروی جسمانی بلکه در خدعه و نیرنگ آنها بود. شخصیتی همچون اولیسه، اودیسئوس نه به خاطر زور بازو بلکه به سبب مهارتش در فریب شایسته قضاوت در برابر خدایان دانسته میشد. او با پیروزی در بازی حیله بخشی از قدرت خدایان را برای خود تصاحب کرد. مکر و نیرنگ بزرگترین هنر جهان مدرن و نیرومندترین سلاح در بازی قدرت است. هیچ کس در فریبکاری موفق نمی شود مگر آنکه بیاموزد گاهی خود واقعیش نباشد. باید قادر باشید نقش‌های متفاوتی ایفا کنید و برای هر موقعیت نقابی تازه بر چهره بزنید. این انعطاف شما را از بار سنگینی که مانع اوجگیریتان است رها می‌سازد. چون بازیگری ماهر حالات چهره‌تان را دگرگون کنید، وانمود کنید، نمایش بازی کنید تا بتوانید نیاتتان را پنهان، دیگران را اغوا و آنها را به دام بیاندازید. فریب نه تنها لذتی پنهان بلکه یکی از ارکان کلیدی دستیابی به قدرت است. اما همانقدر که فریب نیرومند است، صبر و شکیبایی نیز سپری حیاتی است. این دو مکمل یکدیگرند. صبوری مهارتی آموختنی است درست مانند تسلط بر احساسات. در جهان قدرت هیچ چیز طبیعی نیست. هر چیز باید آموخته شود، تمرین گردد و به مهارت بدل شود. در این جهان قدرت خدایگان دنیای طبیعی است. بزرگترین ویژگی یک فرد قدرتمند صبر و مهارت در گذر زمان است. همه چیز در زمان خودش اتفاق می‌افتد. حتی زمستان هم جا می‌ماند و بهار باز می‌گردد به شرط آنکه منتظر بمانید و آینده را چند گام جلوتر ببینید. شتاب‌زدگی نشانه ضعف است و عجله بزرگترین مانع در مسیر قدرت. بسیاری قدرت را غیر اخلاقی می‌دانند، اما یکی از مهمترین مهارت‌هایی که باید در خود پرورش دهید جدا کردن واقعیت از قضاوت‌های اخلاقی است. نباید موقعیت‌ها را بر پایه‌ای خوب یا بد بودنشان بسنجید، بلکه باید آنها را شناخت، فهمید و بهره برداری کرد. قدرت یک بازی استحا و هیچ بازی را نمیتوان با روش واحدی همیشه برد. در این میدان نباید رقیب را بر اساس نیت‌هایش قضاوت کرد، بلکه باید پیامد اعمالش را سنجید. شما قدرت و سیاست را نه از دل حرف‌ها، بلکه از اثرات واقعیشان میسنجید. چه اهمیتی دارد که حریفتان نیت خوبی داشته باشد اگر نتیجه عملکردش نابودی شما باشد؟ بسیاری برای پوشاندن اهداف خود نقاب نیت خیر بر چهره میزنند. آنها همواره مدعی‌اند که کارهایشان خیرخواهانه است. از این پس هر با کسی گفت نیت من خیر بود، لبخندی بزنید و بی تفاوت عبور کنید. در دنیای قدرت نیت ارزشی ندارد. فقط آنچه اتفاق میافتد اهمیت دارد. هیچ اصل ثابتی وجود ندارد. فقط رویداد است و موقعیت. انسان برتر نمی جنگد تا شرایط را انکار کند، بلکه آنها را میپذیرد تا بر آنها مسلط شود. اگر اصولی همیشگی وجود داشت، ملت‌ها نمی توانستند به سادگی قوانین را تغییر دهند و آنگاه هیچ کس باور نمی کرد که یک فرد بتواند از کل یک ملت عاقل‌تر باشد. در ادامه تحلیل متن از 4 دیدگاه کلیدی آورده شده است. 1. روانشناسی اجتماعی، چهره‌های ساختگی و بازی نقش در روابط انسانی. از نگاه روانشناسی اجتماعی، متن به یکی از بنیادی‌ترین پدیده‌های ارتباطی انسان، یعنی مدیریت تأثیر (impression management) اشاره دارد. این مفهوم که توسط اروین گافمن در کتاب نمایش خود در زندگی روزمره مطرح شد، بیان می‌کند که انسان‌ها در جامعه همانند بازیگران روی صحنه‌اند آنان ماسک‌هایی به چهره می‌زنند تا در موقعیت‌های مختلف تصویری خاص از خود ارائه دهند. فرانچسکو ویتوری این واقعیت روانشناختی را صریح‌تر و بی‌پرده‌تر بیان می‌کند. اگر می‌خواهی قدرت داشته باشی، باید نقاب بزنی. این گزاره با آنچه روانشناسان اجتماعی تحت عنوان نقش‌های اجتماعی می‌شناسند، همراستا است. افراد برای دستیابی به احترام، محبوبیت یا قدرت، رفتارهایی را بروز می‌دهند که الزاماً درونی یا اصیل نیست، بلکه بازتابی از انتظارات محیط است. همچنین متن به یک نکته حیاتی اشاره دارد:
توانایی دروغگویی و فریب به عنوان ویژگی تمایزبخش انسان از حیوان. این دیدگاه در نظریه دروغ به عنوان مهارت شناختی نیز وجود دارد. پژوهش‌هایی در روانشناسی تکاملی مثل آثار رابرت ریورز نشان می‌دهند که فریب می‌تواند نشانه هوش پیچیده‌تر باشد و نقشی انطباقی در بقای گروهی ایفا کند. 2. دیدگاه تاریخی. قدرت و فریب از اودیسه تا ماکیاولی. از منظر تاریخی، متن وتوری در بستری از سنت فکری قرون وسطا و رنسانس جای دارد، عصری که مفهوم قدرت با مفاهیمی چون خدعه، دروغ و سیاست‌بازی گره خورده بود. در این زمینه، ارجاع وتوری به اسطوره‌های یونانی، حماسه گیلگمش و اودیسئوس یک پیوند تاریخی قوی ایجاد می‌کند. در تمامی این متون کهن، قهرمانان با استفاده از هوش، فریب و نیرنگ بر خدایان یا دشمنان خود پیروز می‌شوند. این یعنی از نگاه فرهنگی و تاریخی، فریب نه تنها نکوهیده نبوده، بلکه ستودنی تلقی می‌شده است. در قرن 16 ماکیاولی با نوشتن شهریار بار دیگر این دیدگاه را وارد سیاست مدرن کرد. شهریار موفق کسی نیست که همیشه نیکوکار باشد، بلکه کسی است که بتواند نیکی و بدی را بسته به مصلحت حکومت به کار گیرد. فرانچسکو وتوری نیز که در همان فضا تنفس می‌کرد، این دیدگاه را ادامه داده و به شکلی روشن بیان می‌کند: قدرت نیازمند تظاهر است و صبر مکمل آن است. این جمله ریشه در تجربیات تاریخی دارد. امپراتوران روم، شاهان فرانسه و حتی کلیسا همه از نقاب‌ها و بازی قدرت برای حفظ سلطه استفاده می‌کردند. 3. دیدگاه سیاسی. مشروعیت سازی از طریق فریب. در بعد سیاسی، آموزه‌های وتوری را می‌توان در امتداد نظریات توماس هابز و کارل اشمیت تحلیل کرد. در نظریه هابز، سیاست عرصه‌ای از بی‌اعتمادی و تضاد منافع است، جایی که انسان، گرگ انسان است، هومو هومینی لوپوس. بنابراین، فریب در این فضا نه تنها مجاز، بلکه گاه ضروری است. کارل اشمیت نیز در نظریه حالت استثناء به این نکته اشاره می‌کند که سیاستمدار موفق کسی است که بتواند با ابزارهای غیر اخلاقی در موقعیت‌های بحرانی کنترل را حفظ کند. از این دیدگاه، توانایی در پوشاندن نیات، بازی با تصویر ذهنی مردم و شکل دهی به افکار عمومی هسته مرکزی سیاست واقعی است. همچنین مفهوم پنهانکاری در نیت که در متن وتوری برجسته شده، در سیاست مدرن با مفهوم ریال پولیتیک یا سیاست واقع‌گرایانه کاملا همخوان است. رهبری که از روی احساسات یا اصول اخلاقی سفت و سخت عمل کند، محکوم به شکست است. آنچه اهمیت دارد نتیجه است، نه نیت. این دیدگاه در تحلیل سیاستمدارانی مانند بیسمارک، هنری کیسینجر و حتی ولادیمیر پوتین نیز دیده می شود. 4. دیدگاه راهبردی، استراتژیک. فریب، تأخیر، انعطاف پذیری. در علم استراتژی، آنچه وتوری بیان می کند، به خوبی با آموزه‌های سانتزو در هنر جنگ همخوان است. تمام جنگ بر پایه فریب است. سانتزو معتقد بود که بهترین پیروزی بدون نبرد است. وتوری نیز بر همین اصل تأکید دارد. برای رسیدن به قدرت، باید نقش بازی کرد، نقاب زد و حتی گاهی خود واقعی را پنهان ساخت. این ایده در استراتژی‌های مدرن جنگ روانی، عملیات فریب نظامی مثل عملیات بادیگارد در جنگ جهانی دوم و حتی در برندینگ سیاسی دیده می شود. همچنین وتوری اهمیت صبر و زمانبندی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از قدرت معرفی می کند. این اصل در نظریات رابرت گرین در کتاب 48 قانون قدرت نیز دیده می شود. قانون پنجم این کتاب می گوید بیش از آن چه لازم است نگو و قانون 5 اشرم توصیه می کند از صبر همچون سلاحی پنهان بهره ببر. در بازی قدرت، زمان نه تنها دشمن نیست، بلکه می تواند ابزار پیروزی باشد، همانگونه که وتوری می نویسد: اگر بهار دوباره خواهد آمد، باید به آن زمان بدهی. جمع‌بندی نهایی. متن فرانچسکو وتوری، تجلی دیدگاهی استراتژیک، غیررمانتیک و واقع‌گرایانه از قدرت انسانی است. او بی‌پرده می‌گوید که فریب ابزاری انسانی است، صبر سلاح دفاعی است، نقاب‌ها لازمی بازی قدرتند، نیت مهم نیست، پیامدها مهمند، خوب و بد مفاهیمی اعتباری‌اند. از نگاه روانشناسی اجتماعی، این متن نگاهی دقیق به فرایندهای نقش‌آفرینی اجتماعی دارد. از منظر تاریخی، بازتابی از آموزه‌های قرن 16 میلادی است، از منظر سیاسی، مدافع سیاست واقع‌گرایانه است و از منظر استراتژیک، بیانگر الزامات بقای قدرت در جهانی پیچیده و بی‌ثبات. متن وتوری دعوتی است به پذیرش واقعیت سخت قدرت، دنیایی بدون اصول همیشگی، جایی که برنده کسی است که بهتر بازی می‌کند، نه کسی که درست‌تر نیت دارد.